سلام، من امیر هستم، 32 ساله از اصفهان. اول از همه میخوام بگم که این داستان واقعیه. سعی کردم با جزئیات تعریف کنم که ابهامی برای کسی پیش نیاد. با تشکر از کانال عالی دارک فارسی و مخاطبان عزیزش. اتفاقی که میخوام تعریف کنم مربوط به حدود 25 سال پیش و زمان بچگی من هستش. اون موقع ما هنوز تو روستا زندگی میکردیم و خانواده من از قدیم الایام مشغول کار کشاورزی و دامداری بودن. توی حومه روستا یه حموم عمومی قدیمی و خیلی بزرگ با قسمت‌های مختلف وجود داشت که تا سن 10 سالگی من هنوز سر پا بود و تقریباً همه مردم ازش استفاده می‌کردن. خیلی‌ها داستان‌های جالب و عجیبی درباره ارواحی که داخل و اطراف این حموم وجود داره حرف میزنن. اما به نظرم چیزی که من شنیدم با حرفای اونا خیلی فرق داره. اگه تا الان عضو کانال نشدید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله‌ای کنارش رو هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که وقایع و اتفاقات عجیبی که پخش میکنیم رو ببینید. این داستان حمام متروکه. اون حموم خیلی پر استفاده و شلوغ بود تا اینکه با پیشرفت شهرها مردم کم کم آب گرم کن خریدن و تو خونه هاشون حموم ساختن و حموم عمومی تبدیل به یه مکان متروکه با دیوارهای سیاه و بدون در و پیکر شد. روستای ما 35 کیلومتر از شهر دور بود و جمعیت زیادی نداشت. تقریباً همه با همدیگه فامیل بودن. بیشتر به خاطر اینکه ازدواجی با جای دیگه‌ای شکل نمی گرفت و مردم سعی می کردن با اهالی روستا و کسایی که از بچگی می شناختن وصلت کنن. روستای ما کلاً 2 محله جدا از هم بود. اون وقتا حومه روستا که می رفتی حموم عمومی و یه خونه کنارش می دیدی که صاحب اون خونه پیرمرد مسئول و نگهبان حموم بود. اسم این پیرمرد ابراهیم بود که ما حاج ابرام صداش می زدیم. جلوی خونه حاج ابرام یه جاده بود که از محله ما به سمت محله بالایی می رفت. روبروی حموم و دقیقاً اون طرف جاده یه زمین گود وجود داشت که 2-3 متر از سطح زمین پایین تر و توش پر درخت و علوفه بود. با اینکه خیلی سرسبز بود اما هر بار که از اونجا رد می شدم دلشوره می گرفتم و سنگینی فضا رو احساس می کردم. شاید به خاطر حرفایی بود که مردم راجع به اون گودال می زدن یا شایدم حس شیشمم می خواست منو از وجود یه خطر آگاه کنه. این گودال معروف بود به قبرستان مغول‌ها. قدیمی‌ها میگفتن زمان حمله مغول به ایران یک گروهشون اومدن اونجا و به مردم زور گفتن و خواستن روستا رو غارت کنن که مردم به رهبری خان اون زمان تصمیم میگیرن از روستا و اموالشون دفاع کنن و با تلفات زیاد همه مغول‌ها رو میکشن و بعد از درگیری همشونو توی گودال روبروی حموم به صورت دست جمعی دفن میکنن. بعد 1 سال سیلی بی سابقه و بزرگ میاد و کلی ماسه و گل رو میاره توی اون گودال و کف اون زمین 1-2 متر بالاتر میاد. بزرگترها همیشه به ما میگفتن از غروب آفتاب به بعد هیچ وقت از اونجا رد نشین، خطرناکه. اگه هم مجبور شدین پشت سر هم بسم الله بگین و سریع رد بشین تا بلایی سرتون نیومده. ما هم نمیدونستیم منظورشون چیه. به هر حال واقعا اون منطقه ترسناک بود و کسی جرأت نمی کرد تنها از اون جاده رد بشه. وقتی من تقریباً 5 سالم بود یه داستانی سر زبونها افتاد که مربوط به پیرمرد مسئول حموم بود و نه فقط مردم روستای ما
بلکه مردم روستای اطراف هم شنیده بودن و واسه هم تعریف میکردن. یکم که بزرگتر شدم از پسر کوچیکه اون پیرمرد پرسیدم اون داستان به حرفایی که راجب بابات میزدن واقعیت داره؟ برخلاف انتظارم گفت آره، راست میگن. گفتم میشه واسم کامل تعریف کنی که چه اتفاقی برای بابات افتاده؟ اونم قبول کرد و شروع کرد تعریف ماجرایی که برای پدرش اتفاق افتاده بود. اینطور که ازش شنیدم حاج ابرام نصف شب خواب بوده و توی خواب میبینه که فوت کرده و همه اهالی روستا توی مراسم عزاداریش اومدن. اما نکته‌ای که توجهش رو جلب میکنه چند تا آدم غریبن با لباسای کاملا سفید و بلند که زیر تابوت رو گرفتن و با صدای خیلی بلند و بیوقفه دارن میخندن. پدر بزرگم میره جلو و میپرسه کی تو تابوته؟ یکی از اون غریبه ها بین خندیدنش میگه حاج ابراهیمه، همونی که نگهبان همون بود. با این حرف حاج ابراهیم از ترس فریاد میکشه و از خواب میپره. زنش که صدا رو میشنوه بیدار میشه و میگه چته مرد؟ سکته کردم با این داد زدنت. حاج ابراهیم هم از خونه میزنه بیرون و به خاطر خوابی که دیده یه دل سیر گریه میکنه. بعد از اینکه برمیگرده خونه و ماجرا رو برای زنش تعریف میکنه متوجه صدای جر و بحثی که از جلوی خونش میاد میشه. زنش هم که حسابی ترسیده بهش میگه مرد نمیخواد بری بیرون، بیخیال شو. اما پدرم میگه نه، شاید دعوا شده یا دزد اومده خونه کسی و گرفتنش. باید برم ببینم چه خبره. پا میشه میاد بیرون و توی راه رو یه بیل هم محض احتیاط بر میداره. میاد تو کوچه که همه جا تاریک بوده. صدا رو دنبال میکنه و میبینه که صدا از داخل حموم میاد. میره دم در حموم و میبینه انگار داخل روشنه و از سایه ها پیداست که چند نفر داخل حمومن و صدای همهمه و بزن و برقص میاد. با خودش میگه نکنه جوونای روستا باشن و اومدن اینجا مشروب خوردن و مست دارن میرقصن. بعد فکر میکنه که اگه هیچی نگم اینجا رو پاتوق میکنن و هر شب همین کارو میکنن. در حمومو باز میکنه و میره جلو و شروع میکنه صدا زدن و میبینه چند نفر با لباسای عجیب و غریب و قیافه های کج و کوله و ترسناک میان سمتش و هیچ کدوم اهل روستا نیستن. یکیشون با رنگ چشم توسی و کمیاب حاج ابرامو برانداز میکنه و میگه ما امشب جشن داریم، ببخشید اگه سر و صدای ما بیدارتون کرد. و دست حاج ابرامو میگیره و میبره داخل. ابراهیم هم تو شوک این بوده که اینا کیان و با این لهجه و قیافه های عجیب توی حموم چی کار میکنن و اصلا چرا میخوان اینجا جشن بگیرن. و در حالی که نمیتونسته حتی یک کلمه هم حرف بزنه میبینه که ازش پذیرایی میکنن و کلی میوه و خوراکی میذارن جلوش. بعد چند ثانیه که به خودش میاد میبینه چند تاشون بعد کمی پچ پچ میان سمتش و میگن باید با ما برقصی و به زور وادارش میکنن وسط مجلس با شعری که میخونن برقصه. شعر هم با این عنوان بوده که حاج ابرام قصه بیلو بندازه و برقصه. اونم شک میکنه که چرا میخوان بیل دستش نباشه که یهو چشمش میفته به پای یکیشون و به جای پای انسان سم اسب داره. تازه میفهمه قضیه از چه قراره و میدونه که اگه بیلو بندازه رو زمین کارش تمومه. ترس وجودشو میگیره و زیر لب از خدا کمک میخواد و یک آن همه توانشو جمع میکنه و با صدای بلند بسم الله میگه و میبینه یهو همه چیز ناپدید میشه. از شدت فشار روانی و ترسی که بهش وارد شده بعد چند قدم راه رفتن وسط حموم تاریک و بزرگ میفته رو زمین و از هوش میره. زنش میبینه صداها قطع شدن اما پیرمرد برنگشت. میاد بیرون و میره در خونه بچه هاش
اونا هم میان با چند تا از همسایه هاشون فانوس به دست هرچی میگردن و صداش میکنن، میبینن هیچ اثری ازش نیست. تا نزدیکای صبح همه جا رو به غیر از حموم عمومی میگردن، اما بیفایده بوده. و درست وقتی که میخوان بی خیال گشتن بشن، یه پیرمرد دیگه از اهالی روستا که خونش نزدیک بوده میرسه و میپرسه چی شده که همتون جمع شدید؟ وقتی ماجرا رو میفهمه میگه بیاین داخل حمومو بگردیم. بچه هاش میگن آخه نصف شب داخل حموم متروکه میرفته واسه چی؟ پیرمرد هم میگه حالا گشتنش ضرر نداره. وقتی وارد میشن حاج ابرامو میبینن که وسط حموم غش کرده و میبرنش خونه. پسرش میگفت پدرم تا چند روز نمیتونست حرف بزنه، هیچی هم نمیخورد، تا اینکه بعد 1 ماه که حالش بهتر شد واسمون تعریف کرد که اون شب چه اتفاقی افتاده. ما نزدیک 20 ساله که از اون روستا رفتیم. الان هم اون حموم رو تخریب کردن و به جاش پارک کودک ساختن، ولی هنوزم کسی شبها اونجا نمیره. بعضیا میگن شبها تاپ‌هایی که توی پارک گذاشته بودن بدون اینکه کسی بهشون دست بزنه تا صبح تکون میخورن. اون پیرمردم همین چند سال پیش به دلیل سکته قلبی به رحمت خدا رفت. دوستان، این داستان هم به پایان رسید. اگه لذت بردید میتونید با سابسکرایب و لایک از ما حمایت کنید و حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید.